صبح بروقت ساکنان ناحیه شهر توس یعنی افسرانی در احتیاط قرار داشته با اشاره بانگ خطر به جمع‌آمد مدافع حدودی حاضر گردیدند که این جمع‌آمد هم‌مسئولیت طبق نقشه چاره‌بینی‌های وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های مملکت دایر می‌گردد. مقصد برگزاری این گونه چاره‌بینی‌ها پیش از همه سنجش حالت آماده باشی افسران در احتیاط قرار داشته میباشد که برای حمایت مرز و بوم مملکت آماده هستند. در ورزشگاه مرکزی ناحیه شهر توس آمادگی قوه و واسطه‌های قسم مدافع حدودی و ذخیره سفربری برای پورگردانی قسم‌های نظامی جزو تام‌های قوه‌های مسلح با جلب شهروندان در احتیاط بوده ناحیه برگزار گردید. در چاره‌بینی سردار ستاد گنرالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، معاون یکم وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان، رهبریت ناحیه، اعضایان ستاد، رهبران مقامات حفظ حقوق، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی مرکز سلامتی، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها، رئیسان جماعت‌های شهرک و دهات و ساکنان ناحیه اشتراک نمودند. صبح بروقت ساکنان با قبول اشاره بانگ خطر با تکنیک‌های خواجگی خلق به نقطه‌های جمع‌شوی که آن طبق مطلب مشغولیت‌های آمادگی سفربری و جمع‌آمد مدافع حدودی فرودگاه این منطقه معین شده بود، در وقت و ساعت مقرر گردیده حاضر گردیدند. آیدی در حالت آماده باشی قرار داشتن قوه‌های احتیاطی یا خود ذخیره‌های سفربری، کمیسر حربی ناحیه به سردار ستاد گنرالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گزارش دادند. تاکید گردید که هدف برگزاری چاره‌بینی مذکور پیش از همه سنجش آماده باشی جنگی سفربری و مدافع حدودی، همزمان صیقل دادن تجربه هیئت شخصی شرکت کنندگان، هماهنگی ساختارهای نظامی ناحیه در صورت به وقوع پیوستن خطرهای احتمالی، سنجش درست عملیات تکتیکی، وسعت دادن قوه و واسطه‌های منطقه مدافع حدودی، بلند برداشتن آمادگی روحی و روانی و قابلیت جنگی و جسمانی را در بر می‌گیرد. اطلاع داده شد که با تلاش‌های پیوسته سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان در سالهای صاحب استقلالی قوه‌های مسلح کشور به نیروی پرقدرت حمایتگر دولت و خلق تاجیکستان تبدیل یافته، امروز قادر است منفعت‌های دولت صاحب استقلالمان را سربلندانه حمایت نمایند. در ادامه چاره‌بینی به والدین سربازانی که عین حال در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان صادقانه و صافدلانه ادای خدمت نموده ایستادند، سپاسنامه‌های وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان تقدیم کرده شده. اینچنین به یک قطار افسران در احتیاط قرار داشته رتبه‌های نوبتی سپاریده شد. در فرجام از جانب اشتراکداران جمع‌آمد مدافع حدودی با یک حس بلند ملی و وطن دوستی گذشت نظامی انجام داده شد. البینه عبدالستار امامعلی شریف، سفربک سعید شریف برای برنامه اطلاعاتی اخبار از ناحیه شهر توس.